حالا شده بچه‌تون سرد رو بنویسه سرد یا باغ رو بنویسه باخ، نگران نباشید، این فقط بی‌دقتی نیست، دلیل علمی داره. بعضی از بچه‌ها تو تمیز شنیداری یعنی تشخیص تفاوت صداها مشکل دارن. برای مغز اونا صدای ق و خ و د و ت خیلی شبیه به هم شنیده میشه. در واقع گوششون سالمه ولی مغزشون درست رمزگشایی نمیکنه. و چون مغز تو ثبت و بازخوانی صداها دچار اشکاله، تو دیکته نویسیشون پر از این اشتباهاته. ببینید اینا رو رایجه، ولی چرا اتفاق میفته؟ چون مغز دقت شنیداری و رمزگشایی صوتیش قوی نشده. یه تمرین کاربردی بازی صداها و تمایز شنیداری. چند کارت درست کنید با کلمات شبیه به هم مثل درست و درشت، سیر و شیر. از کودک بخوایم فقط با شنیدن بگه کدوم کلمه رو شنید و در مرحله بعد براتون بنویسه. تو مرحله آخرم براتون با ضربه زدن و ریتم کلمات رو تکرار کنید. این تمرین باعث میشه مغز کودک بتونه صداها رو دقیق‌تر تفکیک کنه. پس اگه بچه‌تون باغ رو می‌نویسه باخ، بهش برچسب نزنید، بلکه با تمرین‌های علمی میتونید قدم به قدم بهش کمک کنید بهتر بشنوه و بهتر بنویسه. تو فیلم بعدی در مورد نارسان‌نویسی کودکان براتون میگم، همراه هم باشید.